کاستوریوم یک سمغ زرد رنگی هست که از غدد مترشحه سگ آبی که در آمریکای شمالی هست ترشح میشه. این سمغ ترشح میشه تا از موهای بدن سگ آبی در مقابل رطوبت و سرما حفاظت کنه. این روغن معطر با کشته شدن حیوان برای بازیابی خز اون و فروشش استخراج میشه. این روغن در بدن سگ آبی در کیسه هایی در بدنش ذخیره میشه. برای استخراج رایحه اون نیاز هستش که این کیسه ها خارج بشه از بدنش و با آتش تماس پیدا بکنه و رایحه اصلی اون با دود خارج بشه. رایحه اون گرم، تند و چرمیده‌ای هستش. اگر اون رو رقیق بکنیم رایحه بسیار دلانگیزی داره و در ساخت عطرهای برگ‌های شرقی از این رایحه بیشتر استفاده میشه. از جمله عطرهای مشهوری که در این نوع در اونها استفاده شده میتونیم به تام فورد اود اینتنس، شانل آناتوس و کورلوف پاریس روز اود اشاره